توی 3 ثانیه ملیت بازیکن‌ها رو حدس بزن. توی این ویدیو قراره یه سری بازیکن خاص با یه سری ملت‌های خاص به ما نمایش داده بشه و بعد حدس بزنیم که کدوم ملی مال کدوم بازیکنه. اونم فقط توی 3 ثانیه. سلام بچه‌ها، چطوری؟ امیرحسین هستم و خیلی خوشحالم به یه ویدیو جذاب و خفن دیگه. توی این ویدیو قراره یه ویدیو بهمون نمایش داده بشه و یه سری بازیکن‌ها با یه سری ملت‌های خاص بهمون نشون داده میشه و بعد حدس بزنیم که کدوم ملی برای کدوم بازیکن خاصیه و بعد تا میتونید درست حدس بزنید. برای شما چش درست میتونیم حدس بزنیم، اونم فقط توی 3 ثانیه. خب اول بازی ببینیم کیو میاره. Let's start. اول بازی جکیلش اصلا معلومه دیگه، انگلیسیه. انگلیس. بله درسته. چه بازیکن بعدی؟ این کیه؟ آقا یه لحظه وایسا. ببین من این بازیکنه رو نمیشناسم. بازیکن ویارئاله، قیافش هم که آشناست. ببین اینجا زده اسمش پرویت جوشو استوپینا تنوریو. اوه این چه اسمیه دیگه. آقا ببین این نه، ببین اصلا کلمبیا که اصلا نیست، کلمبیا اصلا نمیتونه باشه. یا به اسپانیایی یا پرتغالی که از ایناست، ولی بیشتر ببین به پرتغالی میخوره. اگه دقت کنید من پرتغال انتخاب میکنم. این جواب پرتغالی نیست، درسته یا نه؟ کلمبیا. وای بازیکن سوم پدری گونزالز، اون مشخصه دیگه، اسپانیا دیگه، همه اینو میشناسنش دیگه. بله درست بود. بازیکن چهارم برانی ژاکا، این انگلیسیه، 100% انگلیسیه. سوئیسی بود. رافینیا دیاد بلوری، اینم که برند برزیلیه دیگه. قشنگ معلومه برزیل، همه میشناسنش. میگه بعدی ریاض محرز، اون معلومه دیگه، عراقیه دیگه. اولی اسم عراق کیه؟ چه عراقه؟ بعدی خیلی شب کوروش. خب این که برای گرجستانیه دیگه، همون اولیه دیگه، اصلا اسمش به اینا نمیخوره که. بعدی میگول آنجل آلمینو. من میگم سومیه. دیدی؟ وای سومیه بچه حال کردین؟ امیر ابراهیمانی دومیه است بیشتر انگار. ها دومیه نیست؟ درسته دومیه است. بچه به خدا اینا دارم شانسی میگم، من اولین بار این ویدیو دارم با شما نگاه کنم. ویلی اوربان. این یا اسپانیا یا دومیه است. ای دومیه دیگه، بچه دومیه رو واقعا گفتم دیگه. این انگلیسی. وای انگلیسی بود. وای کریستیان روگارد. این نروژی. دانمارکه اولی است. نروژی دانمارکی رو بچه‌ها دیدین؟ اینا اون کریستیانسن. خب من ببینم دانمارکه دیگه، گزینه سوم درست بود. اریک دیه، اینم مشخصه انگلیسیه دیگه، اصلا ازش معلومه انگلیسیه. درسته. فدریکو وابری اوروگوئه دیگه، گزینه سوم سی اوروگوئه. همومش کردم رفت، درست گفتم. این پرتغالی نیستش یا نه؟ پرتغالیه؟ درسته پرتغالی بود. این جوردی آلبا. خب اسپانیا دیگه کلا مشخصه، همینجا معروفه. جوردی آلبا اسپانیا. تییاگو آلکانتارا، این اسپانیاییه، 100% اسپانیاییه. بله درسته اسپانیا. فری گارسیا اینم اسپانیایی دیگه. من فرانسوی و انگلیسی رو بود. دو مشخصه دیگه. بسیار جوره. خب ما سلطان برزیل دیگه، نیمار دو برزیله. کیم مینجاه. خب معلومه دیگه کره جنوبی دیگه، اصلا اسم و قیافش معلومه مال کره جنوبی. مال کجا؟ اون داماد اروگوئه است. یعنی کریم بنزما فرانسه دیگه، کجا بخواد باشه فرانسه. فیل فودن انگلیس، قشنگ معلومه انگلیس، اصلا به اینا نمیخوره، انگلیسیه. دیدین درست گفتم. دیدین سرخی بوسکس اسپانیایی. بیشترش بچه آسون راحت میشه گفت، ولی الا مثلا یه سری جاش حالا چیزا سر نمیشه آدم کجاست. مارتین اودگارد نروژی. به به عاشق این بازیکن، خیلی دوست داشتم نروژ. این درسته. ال میلیتائو مال برزیل که موفق یه سال مصدوم شده. مال برزیل یکی از مدافعای خوب رئال مادرید. فابیان شر. این سوئیسی. درست هرچه سوئیسی بودی حال کرد. این بیشبینی ها روبن دیاز من پرتغالیه دیگه. به خدا بیشترش اینا که نمیدونم شانسیه، همینجوری میگه. عثمان دمبله پولپرست عوضی که فرانسه است دیگه، که قادر پول بارسا بگیره پاریس. کیلیان امباپه. به چه کسی. اینم فرانسه، یکی از بهترین بازیکن‌های دنیا که خیلی دوستش دارم. بنجامین پاوارد فرانسه. یکی از مدافعای خوب اینتر که پیشرفت کرده.
آدم هر وبستر. این معلوم انگلیسیه، یا بوسی یا انگلیسی بود بچه‌ها. جولی مارچ یا اسپانیایی یا انگلیسی. من انگلیسی باشه. یس این هم انگلیسی بود. واه همه رو دارم میگم دیگه، اصلا بگم یکی دو تاشو دارشه بودن. این دومی از 100 درست میدن. وای ایتالیا بود. وای اشتباه گفتم. ما که صرف اومده فرانسه. میگه فرانسه هلندیه. باشه حواسم انقدر دیگه فرانسه گفتیم قاطی شده هلندی. کینسی کومان این که مال آلمانی فرانسه بود. وای یه لحظه فکر کردم آلمانیه. اون الکساندر تامرز مندس بهش گفت پرتغالی باشه. این پرتغالیه. 100% پرتغالی درسته. قشنگ معلومه پرتغالیه. دکلان رایس هم معلومه انگلیسیه دیگه. اصلا مشخصه. بازیکنی که تازگی رفته بود آرسنال. ویرجیل فان داگ اینم معلومه دیگه هلندیه دیگه. جای بهترین مدافع خوب دنیا. میگه سابالمتون خودم بازی می‌کردین فان داگ. خالیدو کولیبالی اینم معلومه سنگال. این دیگه سنگاله. اصلا معلومه سنگالیه. که تا توی الهلال فکر کنم بازی میکنه. رودری یک اسپانیایی، یکی از هافبک‌های خوب حال حاضر دنیا که جان که قهرمانی سیتی خیلی کمک کرد. تییاگو سیلوا به اینم که متولد برزیل دیگه. خیلی مدافع خوبه ولی دیگه با تصاوی سنش بالا رفته. لیساندرو مارتینز معروف به قصاب. اینم آرژانتین، مال آرژانتینه. گابریل جسوس به یکی از خوبای بازیکن‌های آرسنال. این مال برزیل. 100% برزیل. رویس سانه اینم که مشخص آلمانیه، اصلا شکی توش نیست. این فصل خیلی خوب بیشتر برزیل نظر تیم استقلالی. و بچه‌ها اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. اگه دوست ما زمین سبک ویدیو بذارم و دوست دارین که از فوتبال دوباره ویدیو بذارم و اگه دوست دارین که حدس تیم ملی باشه یا حدس ترکیب باشه یا باشگاهی حتما توی کامنت واسم بنویسید. لایک کامنت و سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره که بمب انرژی و اگه بچه‌ها نظر ایده پیشنهادی حتما توی کامنت واسم بنویسید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی میبینید. فعلا خدا نگهدار.